میگن که گفتم به خیرت که صاحب عرفانی، خیرت عقل، گفتم به خیرت که صاحب عرفانی، بین ما رهی نجاتم از نادانی. گفتم به خیرت که صاحب عرفانی، بین ما رهی نجاتم از نادانی. گفتا مکتب 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 مکتب، باید خانی 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 خانی. یعنی اگر میخواهید که متخصص شوید، اگر میخواهید که سربلند شوید، اگر میخواهید که پدر و مادر خوب شوید، اگر میخواهید که از شما فرزندان خوب برآیند، باید که از غلامی فیسبوک و از غلامی اینستاگرام و از غلامی اینترنت برآیید و غلام عقل و خیرت شوید. برای این باید که خوانید. من نزدیکی چند مصرع خواندم در یک جا و اینا در کافدرای و در نزد او شاگردانی که من با او درس میگم گفتم، میگن که یک تحفه خوب به دختران گل باشد، برخی گویند که بهترش پول باشد. گفتم جانا چی خواهی، گل یا پول؟ گفت البته که گل. البته که گل پیچیده در پول باشد. پول یا پول جان، خیلی که گفتن این یکی از نشانه های دولت، یکی از مقدسات دولت است. دولتی نیست که پول نداشته باشد. ممکن این پولی علاهیده یگانه است مثل تاجیکستان و کشورهای دیگری سابق اتحادیه شوروی و غیره. ممکن این پول عمومی است ولی هست و همیشه بود. و وقتی که تاجیکستان صاحب استقلال تشکیل شد و ما از هیئت اتحادیه شوروی جدا شدیم، البته که باید پول خود را می داشتیم و در قطار همه او سازندگی های دیگری پیشوای معظم ملت و داشتن پول ملی، این یکی از پیشنهادها، یکی از او دستاوردهایی است که با شرافت محض رهبری پیشوای ملت ما به دست آوردیم. با معاملات وارد کردن پول ملی این 10 می سال 1995 است و اون وقت روبل تاجیکی نام داشت. اون وقت اونقدر واسطه‌های حمایوی نداشت و من هم یکی از اعضایان کمیسیه بودم که ما این پول رو با معاملات وارد کردیم سال 1995. اون وقت من معاون اول رئیس بانک ملی بودم و ما این پول رو وارد کردیم با تناسب 50 به 1، یعنی 50 روبل تاجیکی به 1 دلار برابر بود. ولی از بس که در حالت جنگی بودیم، وضع اقتصادیات بسیار برشکسته بود، ما در 5 سال جنگ 3/1 از 4 3 حصه اقتصاد را از دست دادیم. یعنی اگر اقتصادات ما سال 1991 12 میلیارد سومانی بود، سال 1996 آخری سال 1996 و 97 این همگی 3 میلیارد بود. باقی مونده هم از دست رفت. باقی ترک کردن، سوزاندن، بردن.